السلام علیکم استاد جان، میخواهم درباره اسمایلیک هایی که در تلفن های موبیلی هست آیا استفاده آن گناه است یا نه درباره آن بپرسم. اسمایلیک ها را بعضی ها مانند میکنند به صورت کشی یا به عکس که پیامبر صلی الله علیه و سلم اشد العذاب یوم القیامت علی المصورین گفتگی هستند، یا با همین معنا که بدترین عذاب در روز قیامت بالای صورتکش ها هست، آنهایی که صورت انسان ها و حیوان های جاندار رو میکشند. بعضی ها میگن این اسمایلیک ها همون کلچه هایی هست که به صورت ماننده است، استفاده نکنید. بعضی ها میگن این یگان رابطه به صورت کشی ندارد، عموما فرستادنش باکی نیست. یعنی خودم شخصا من در این باره یگان دلیل قطعی نمیدونم که آیا این به صورت کشی داخل می شود و انشالله که باکی ندارد از فرستادن آن.